به نام عشق. در این ویدیو میخوام داستان عاشقانه همای و همایون از خواجوی کرمانی رو براتون بازگو کنم. یکی از زیباترین داستانهای عاشقانه فارسیه که کمتر کسی این داستان رو شنیده و شما اگر علاقه‌مند به داستانهای عاشقانه باشید این داستان رو حتما باید بشنوید. با من همراه باشید. پادشاه شام که منوشنگ قرطاس نام داشت سالها آرزوی داشتن فرزندی را در سر می پروراند. سرانجام عنایت خداوند شامل حالش گشت. صاحب پسری شد و او را همای نام نهاد. همای چون بزرگ شد در تمامی علوم مهارت یافت و از دانشوران گوی دانش رو بود. از قضا شبی همای به قصر شاه آمد و گفت: پدرجان، دلتنگم، دیگر میل باغ و بوستان ندارم. رخصت دهید تا به شکار بروم. پادشاه که تا به دوری وی را نداشت اجازه داد تا یک روز برای شکار به صحرا برود. شهریار همای را سوار بر اسبی بادپا و زیبا راهی کرد. کوه و صحرا پر از گل و لاله بود. ناگاه همای از دور غباری تیره دید. شتابان به آن سوی رفت. گوری دید که با سرعت باد می گریزد. شاهزاده کمندی بر گور وحشی انداخت، اما گور از چنبرش گریخت. همای سوار بر اسب تندروش به تعقیب گور شتافت. خورشید غروب کرد و همای تا سپیده دم در بیابان براند. صبحدم به کشتزاری خوش و خرم رسید. آن بوستان اقامتگاه پریان بود. در آن کاخی چون بهشت نمایان شد. یک پری به پیشواز همای آمد و وی را به تفرج در قصر دعوت کرد. در آنجا حریری طلایی دید که تصویر پیکری پریچهره بر آن نگاشته شده بود. پری گفت: این پیکر دختر امپراتور چین است. با دیده باطن در آن بنگر، نه با چشم ظاهر. همای در آن نقش خیره شد. از می عشق مست گشت و از پای افتاد. ندایی در گوشش خواند: ای تو که دل و دین از دست داده ای، از دل گذر کن تا به دلبر رسی. رنج سفر بر خود هموار کن تا به او رسی. چون شهزاده سربلند کرد، نه گلزار دید و نه قصر، اما در آتش عشق می سوخت. چون خورشید برآمد لشکریان همای را با حالتی دردناک یافتند و حال پریشانش را پرسیدند. وی تمام ماجرا را شرح داد. گفتند: شهریارا، چرا خود را رنج می دهی و به خیالات دل خوش کرده ای؟ همای برآشفت و پاسخ داد: از دردم بی خبرید. دلم گرفتار آن پری پیکر است. سلام مرا به مادرم رسانید و بگویید جگرگوشت به دنبال جانان به سرزمین چین رفت. همای با همزاد خیش بهزاد روانه گشت، در حالی که بیقرار بود و چون مرغ سحر می خروشید. پس از طی راه دراز به دریایی رسیدند که زنگی آدمخواری سمندون نام با 40 زنگی دیگر در راه کمین کرده بودند. به محض دیدن آن دو اسیرشان کردند و در کشتی انداختند. ناگهان بادی وزید و دریا به جوش آمد. زنگیان آن دو را به دریا انداختند و فرار کردند. 1 ماهی را سرگردان در دریا بودند تا به صحرایی خرم رسیدند. جمعی را دیدند که شتابان به سوی آنها می آیند. اندیشیدند که می خواهند دمار از روزگارشان برآورند. ناگاه دیدند همگی کرنش نموده و گفتند: شاه ما برای صید گور بدین دشت آمده بود که از اسب افتاد و جان داد. رسمی کهن در شهر ماست که وقتی عمر شاه به پایان رسید، نخستین کسی که از راه رسد به سلطانی خاور برمیگزینی. همای که دل سوی یار داشت، به ناچار راهی سرزمین خاور شد. حکومت را به دست گرفت و وزارت خود را به بهزاد سپرد، اما دمی از خیال همایون فارغ نمی شد. همای شبی در خواب باغی دید چون گلزار بهشت و پری چهری چون تزرف.
در بوستان ندا دادند که برخیزید، همایون امپراتور چین میرسد. همای با شنیدن نام یار اختیار از کف بداد و گفت ای مرهم دردهای من، تو از چین مرا در شام شکار کردی. از آن پس هر جا نشان تو را می جویم و غمگساری جز تو ندارم، به فریادم رس. بت ماه پیکر پاسخ داد تو بر تخت شاهی ادعای عشق داری؟ یا راه عاشقی پیشگیر یا ترک عاشقی کن. همای بانگ برآورد و گریست، بر اسب کوه پیکرش سوار شد و به سوی مرز توران روانه شد. صبحدم به کاروانی رسید. سالار کاروان فرخنده پیری بود به نام سعدان که برای همایون تجارت می‌کرد. همای خود را قیس پسر قیسان بازرگان معرفی کرد. سعدان گفت در راه دزدی است به نام زند جادوگر که راه عبور بر همه بسته است. همای به قصد هلاکت جادوگر سوار بر اسب شد و راه دژ در پیش گرفت. آتشی جوشان دید، خداوند را به اسم اعظم خواند و از دل آتش عبور کرد. به سوی حصار قلعه تاخت. دیو پتیاره‌ای را دید، او را کشت و وارد دژ شد. آنجا پری پیکری با گیسو به پای تخت بسته شده بود. چون نام آن ماهروی را پرسید، دانست که پریزاد دختر خاقان چین است که زند جادوگر او را به دام افکنده است. همای او را از بند رهانید و راز عشق خونین خود را بر او آشکار کرد. پریزاد قول داد که همایون را به او برساند. به همراهی کاروانیان در گنجها را گشودند و با هزاران شتر پر از سیم و زر قصد چین کردند. شب هنگام به چین رسیدند. پریزاد را با اکرام به بارگاه رساندند چون گلی به گلستان. پریزاد احوال خیش که چگونه گرفتار زند جادوگر شد و همای او را از بند رهاند را برای همایون باز گفت. پریزاد آنقدر از همای سخن راند که همایون مهرش را به دل گرفت. چون خورشید برآمد، همای همراه سعد بازرگان به بارگاه امپراتور چین رو نهادند. سعدان ماجرای زند جادوگر، آزادی پریزاد و فتح گنج را به دقت شرح داد. شاه وی را ستود و وعده گنج و منشورش داد. پس از میگساری به سوی آرامگاه روان شدند. ناگاه بتی چون ماه در کنار پریزاد نمایان شد. همای چون دانست که آن گلچهره کیست، از حال رفت. چون به هوش آمد کسی را ندید. از سوی دیگر خبر آوردند که شاهزاده همای مهمان شاه است. پریزاد از همایون خواست پنهانی بروند تا همای را به او نشان دهد. همایون با دیدن او دلش در آتش عشق افتاد. صبح روز بعد به همای خبر دادند که شاه عزم شکار دارد. درنگ مکن و به درگاه شاه روی آور. هنگام حرکت ناگاه همایون را دید. دلش لرزید. نقیبان بر او بانگ زدند که حرکت کن. به ناچار مرکب را راند. چون پرسید دانست که همایون در این حوالی باغی دارد که 1 هفته برای اقامت به آنجا می رود. وقتی به شکارگاه رسیدند، شاهزاده همای به خود پیچید و با اظهار درد شکم برگشت و به سوی باغ همایون شتافت. پاسبانی مست و چوبک به دست را دید. چنان نایش را فشرد که جان سپرد و خود به نزدیک پرده سرا شتافت. همایون به محض دیدن همای به بام شبستان رفت. پریزاد همای را به ایوان آورد. آن دو تا صبح در کنار هم میگساری کردند. چون سپیده بردمید، همای از شبستان خارج شد. ناگاه دهقانی پیر به سوی همای شتافت و گفت بگو کجا بودی؟ چرا به این قصر آمدی؟ شاهزاده چون پیل مست غرید و سر دهقان را از تنش جدا کرد. یکی از مقیمان ماجرا را به گوش امپراتور رساند. شاه همان دم فرمود تا همای را به بند کشند.
همای در بند گرفتار شد، بر درد گرانش می‌گریست که ناگاه ماهی فروزنده به زندان وارد شد. شاه همای را ثنا گفت و بند از دست و پایش گشود. دختر خود را سمنرخ دختر سهیل جهانسوز معرفی کرد و گفت دلم چون آهو در دام تو گرفتار است. من جمالی همچون همایون ندارم، ولیکن 3 روز با من بساز. پس از 3 روز میگساری و خلوت سمنرخ دسته ای سلاح و اسبی به همای داد و بدرودش گفت. همای به سوی قصر همایون شتافت. همایون که از ماجرا مطلع شده بود گفت بازگرد که من از تو روی گرداندم، نامم را ننگین نمودی. نزد دلبرت سمنرخ برو که با یک دل 2 دلبر نمیتوان گرفت. پس از گفتگوی بسیار همای جگر خسته ناکام روی به صحرا نهاد. اشک خونین ریخت و آه آتشین کشید. همایون چون از یار خیش مهجور ماند، از رفتار و گفتار خود خجل گشت. تیغ و سپر برداشت، بر اسب تکاوری برنشست و در پی دلبر شتافت. ابتدا خواست به پایش بیفتد، ولی خودداری کرد. برای آزمایش او چهرهش را پوشاند و خود را هام معرفی کرد و نام او را پرسید و تهدیدش کرد. کار به مناظره و مجادله کشید. 2 طرف آماده نبرد شدند. سرانجام همایون را بر زمین زد و خواست سرش را از تن جدا کند که همای کلاه از سر برداشت. به پای هم افتادند و لابه کردند. چون خورشید طلوع کرد ناگاه غباری دشت را فرا گرفت و غرش طبل بلند شد. همای با یار پریچهره از ترس به سوی معبد کهنی که در آن دشت بود شتافتند. از بالای معبد بهزاد را دیدند و شاد گشتند. همای فرمان داد نامه‌ای برای امپراتور چین نویسند تا همایون را از شاه چین خواستگاری کند. امپراتور چین با دیدن نامه ناراحت شد، اما به روی خود نیاورد و شاهزاده را به بارگاه خیش فراخواند. شاهزاده همای با وجود مخالفت بهزاد به درگاه امپراتور روی آورد و همایون را به بوستان شاهی روانه کرد. همای تمام شب گرد قصر همایون گشت و نالید، اما از او اثری نیافت. شاه چین با مشورت وزیر جهان دیده‌اش همایون را در زیر زمین زندانی کرد و شایعه کرد که همایون از دنیا به سوی باغ بهشت پرواز کرده. همه مردم از این قصه بر سر خاک ریختند. چون این خبر به همای رسید از جان خروشی برآورد و به بارگاه امپراتور رفت. همان دم تابوت همایون را در حریری طلایی بر دوش می بردند. تابوت را در دخمه‌ای نهادند و در دخمه را سنگ مرمر نهادند. همای به دیوانگی سر به صحرا گذاشت و کسی از حال او خبری نداشت. پریزاد از حقیقت ماجرا آگاه شد. پنهانی به بارگاه وزیر رفت تا همایون را در چاه ملاقات کند. در این هنگام فرینوش پسر وزیر عاشق پریزاد گشت و بیقرار شد. با خود گفت دردم به دست همای درمان می شود. اگر من نشانی یارش را آشکار سازم او نیز کام دلم را برمی آورد. آنگاه نزد بهزاد رفت و راز همایون را آشکار کرد. با یکدیگر به جستجوی شاهزاده پرداختند. به هر کو دوان و به هر سو خروشان، اما اثری از همای نبود تا به کاروانی رسیدند. ساربان گفت کسی در دامنه کوه است که ناله‌ای دردناک می کند. حتی شب هم خواب ندارد. هر دو با شتاب به آن سمت تاختند. همای را چون حیوان وحشی و رمنده یافتند. با نیرنگ و فسون رام گشت. فرینوش گفت غم مخور که محبوب تو در دخمه‌ای زندانی است. اگر با من پیمان بندی که مرا یاری کنی تا به وصال پریزاد رسم، میگویم که جانانت کجاست. شاهزاده همای پاسخ داد
اگر مرا به مرادم رسانی سوگند میخورم، پریزاد را اگر پری هم باشد به نزد تو میآورم. با هم به مخفیگاه همایون رفتند. ماه را از چاه بیرون آوردند و فرار کردند. سحرگاه مقیمان بارگاه چین خبر شدند. سپاهی آراستند و آماده نبرد شدند. سواران شام به فرماندهی شاهزاده همای و بهزاد با چینیان جنگیدند تا اینکه امپراتور چین کشته شد و همای بر تخت او نشست. همایون پس از سوگواری در مرگ پدر به عقد شاهزاده همای درآمد. آنگاه همای پریزاد را به فرینوش داد و او را بر تخت شاهی چین نشاند. خود به اتفاق یاران به شام بازگشت و به جای پدر بر تخت سلطنت نشست. خداوند پسری به نام جهانگیر به او عطا کرد و داستان ما همینجا به اتمام میرسه. سپاسگزارم از این که دل به صدای من و این داستان سپردین. ممنون میشم که این ویدیو رو لایک کنین و نظرتون رو هم در بخش نظرات برای من بنویسین. اگر مشترک کانال نیستین میتونین مشترک بشین تا در کنار هم به داستانهای زیبا و جذاب بیشتری بپردازیم. مثل همیشه امید دارم که عشق حقیقی نصیب دلهاتون بشه.